حالا که یاد گرفتین چجوری CSS اضافه کنیم، اولین ویژگی که می‌خوایم صحبت کنیم ما مطابق با کورس‌های W3 School می‌گیم. یه سایتی به اسم W3 Schools که ما مطابق کورس‌های اون میریم جلو. بریم مثلا آدرس W3 School CSS How To که همون راه حل ستایی رو به ما گفته اینجا. ما طبق این میریم جلو. بعد از این به ترتیب میریم در موردش صحبت می‌کنیم. الان می‌خوایم سینتکس CSS رو بگیم. آقا الان ما می‌خوایم CSS بنویسیم، چجوری بنویسیم؟ به هر حال یه زبان که نمیشه بگیم، یه چیز نشانه‌گذاریه که می‌خوایم الان بنویسیم. چجوریه؟ روش نامگذاری اینجوریه که ما یه سلکتور داریم، یه انتخاب کننده. مثلا الان واسه اون مثال قبلی چی نوشته بودیم؟ بادی بود. یه سلکتوره. بعد از سلکتوره حالا هر چی که بود، ممکنه یه خط سلکتور باشه، کار نداریم. ممکنه 6 تا سلکتور پشت سر هم باشه، اصلا باش کار نداریم. هر چیز سلکتوری که بود بعدش یه دونه آکولاد باز میشه، آکولاد بسته میشه. آکولاد رو چجوری بنویسیم؟ دکمه شیفت رو میگیرید سمت راست، دو تا دکمه بالاترش هم اونجا هست آکولاد. همون حروف جیم و فکر می‌کنم جیم و چه فارسی میشه. آکولاد باز می‌کنید می‌بندید. سابلایم یه خوبی که داره اینجا واسه ما، مثلا من اگه یه چیزی بنویسم ای آکولاد باز کنم خودش هم می‌بنده. کافیه انتر بزنم. میتونم دیگه این تو بنویسم. خب یه خوبی دیگه اینه که رنگی میکنه. اگه کلمه کلیدی بنویسم رنگی میکنه. مثلا به A رو رنگی میکنه ولی A رو نمیکنه چون اصلا نیستن چیز. پس تا اینجا گرفتیم که یه المان یه سلکتوری داره، بعد یه آکولاد باز میشه بسته میشه. بعد اون یه باید تعریف کنیم. تعریف ما چی داره؟ یه پراپرتی داره، میگیم چه چیزی چه مقداری رو بگیره. مثلا میاد میگه کالر یا رنگش آبی رنگ بشه. مثلا ما واسه خدمت شما عرض کنم به فرض پی ها، پی چی بود؟ پاراگراف بود دیگه، درسته؟ میگیم پاراگرافامون کالرشون بلو بشه. میایم نگاه میکنیم پاراگراف اینه دیگه، نگاه کنیم رنگش چی میشه؟ آبی شد. گفتیم پاراگراف هامون کالرش بلو بشه. اگه بخوایم یه پراپرتی دیگه بذاریم چه جوریه؟ مثلا چی نوشته تو همین مثال خودش؟ فونت سایز، یعنی اندازه فونت 12 پیکسل مثلا. چیکار میکنیم؟ اولا که ما الان ببین گوش کنید، الانی که داریم آموزش میدیم از شما میخوایم که هر پراپرتی توی یه خط باشه و قبلش هم یک تب بخوره. یعنی یه تب میخوره این پراپرتی رو شما می‌نویسید. من الان می‌نویسم مثلا حالا همون بک‌گراند کالر که یاد گرفتیم، فونت نمیگم فعلا. بک‌گراند کالرش مثلا رد باشه. بک‌گراندش قرمز، متنش آبی، چه شود؟ درست شد؟ این یه پاراگراف بک‌گراندش قرمز، متنش آبی. پس آخر اینها یه علامت سمیکالون شما میذارید. یعنی یه دونه تعریف کردی، یه سمیکالون. آخریه رو اگه نذاشتی اشکال نداره ولی یاد بگیرید که بذارید همه رو. درست شد؟ این پس نحوه تعریفش. مثلا اومده رد داده و مثلا تکست الاین دیگه. من یه توضیح همینجوری میدم. فونت سایز اندازه فونته. تکست الاین میگه متنم سنتر وسط چین بشه. پس انواع مختلف سلکتورها رو الان به ما گفته. بحث بعدی چیه؟ تو سلکتورها اینه که خب شما اصلا کلاس رو یاد گرفتین یا نه؟ تو HTML کلاس یاد گرفتین؟ آیدی یاد گرفتین؟ یاد نگرفتین. خب چون ما گفتیم فعلا بک‌گراند رو میگیم، فعلا نمیگیمش، قسمت بعدی تایتل میذاریم در موردش صحبت میکنیم. فعلا هیچ. میایم سراغ خدمت شما عرض کنم بک‌گراند ها. در مورد بک‌گراند ها میخوایم صحبت کنیم. بک‌گراند یعنی پس زمینه. خب بک‌گراند چی میتونه داشته باشه؟ حالت‌های مختلفیه. بک‌گراند کالر رنگش، بک‌گراند ایمیج عکس پس زمینه، بک‌گراند ریپیت عکسش تکرار بشه نشه، اتچمنت نوع زمینه شدنش و پوزیشن موقعیت اون بک‌گراونده. اینا چیزایی هستن که همه زیر مجموعه بک‌گراندن. خب ما یکی می‌خوایم کار کنیم. بک‌گراند کالر. من این پی رو پاک می‌کنم، فعلا باش کار نداریم. به بادیمون گفتیم بک‌گراند کالرش لایت بلو باشه، رنگش اومد آبی شد. دیگه چه مدلی میتونم بگم؟ روش دیگه 3 مدل داریم کلا. یه دونه که اسمشو بگیم. آره واسه رنگ دادن اصلا کلا برای رنگ، نه فقط برای بک‌گراند. واسه اصلا عکس یه نوشته می‌کنه رنگ، متن می‌کنه رنگش رو عوض کنه. برای اینکه شما بیاین رنگ بدین 3 حالت دارید. اسمشو میدونین حالت اول، مثل لایت بلو، مثلا رد. میدونی، می‌نویسی و نتیجه میگیری.
ولی توصیه نمی‌کنیم این کارو. مدل بعدی چیه؟ مدل بعدی RGBه. یادتونه این موقع فتوشاپ کار کرده بودیم؟ هر رنگ یک کدی داشت که یه شارپ ساین می‌خورد اولش و 6 رقم بود. این حالت کد 6 رقمی است. یعنی مثلا میگم من خودم می‌نویسم اینجا شارپ ساین 0 0 0 3 تا شد 4 5 6 تا 0 میذارم، سیوش میکنم، میام اینجا مشکی شد. اگه من اینو بکنم اف چی میشه؟ 6 تا اف بزنم سفید میشه رنگش. اگه من اینو بیارم مثلا ای بذارم چی میشه؟ رنگش یه مقدار کرم و خاکستری میشه. خب پس روش دیگه رنگدهی اینه که شما کد رنگی که تو فتوشاپ داشتید دقیقا همون کد رنگ رو بیای اینجا بهش بدی. خب یه مسئله دیگه، کد رنگ هایی که 6 رقمشون تکراریه، تاکید میکنم کد رنگ هایی که 6 رقمشون تکراریه شما اگه 3 تاشو بنویسی کفایت میکنه، خودش میفهمه تکرار میکنه. یعنی وقتی می‌نویسی شارپ ای مثل انگار که 6 تا نوشتی، هیچ فرقی نمیکنه. میخوایم مشکی کنی بس زمینه رو شارپ 0 0 0 3 تا دونه صفر میذاری میشه مشکی. مثلا من اگه بگم 8 8 8 هم میشه یه چیزی تیره رنگش داره. اگه بگم مثلا ای چی میشه؟ روشن‌تر میشه. هر کدوم از اینها، این هر کدوم از اینها میتونه 0 1 2 3 9 که شد، بعد میشه A، بعد میشه B، بعد میشه C، بعد میشه D، بعد میشه E، بعد میشه F دیگه آخرشه. مثلا دیگه G نداریم، Z نداریم، P نداریم، دیگه F آخرشه، از 0 تا F. خب این شد روش رنگ دادن. روش دیگه چیه؟ روش دیگه رنگ دادن با استفاده از RGB چیه؟ Red Green Blue. RGB رو که میخواین کد بدین شما میان اینجا می‌نویسید RGB، سه تا مقدار دیگه Red Green Blue. شما الان اینجا مقدارش از 0 تا 255، یعنی میگیم الان قرمز، الان این رنگ میشه احتمالاً قرمز. درست شد؟ اگه من بیام مثلا بگم قرمزیش 100 تا باشه چی میشه؟ 100 تا قرمز پر میکنم توش. اگه بیام بگم 100 تا گرین باشه یا سبز باشه چی میشه؟ این رنگ در میاد. مثلا اگه بگم این بشه 255 تا چی میشه؟ سبزش بیشتر میشه. اگه قرمزش رو بردارم از توش چی میشه؟ سبزش باز بیشتر میشه، دیگه قرمز توش نیست. دیگه رنگ دیگه فتوشاپ بوده، هر رنگی کد داره، ما کد رو میاریم. پس واسه کد رنگ دادن ما از کد استفاده میکنیم. تو بعضی از موارد از RGB هم استفاده میکنیم، RGBA هم هست کار بدن. خب پس تونستیم الان یه رنگی رو به عنوان پس زمینه ست کنیم اینجوری که الان دیدیم. من هم کد رنگ رو میذارم چون ما میخوایم کلا کد رنگ کار کنیم. رنگ‌های خنثی سعی کنیم، مثلا رنگ ای خیلی خنثی خوبه، 3 تا ای، 3 تا دی، 3 تا مثلا سی، اینا رنگ‌های خنثی هستن، خیلی رنگ‌های اذیت نمی‌کنه کاربر. اون از این رد مثلا بک‌گراند میتونه چشم. خب بعدی چیه؟ بک‌گراند خط تیر ایمیج. میتونه این عکس رو به عنوان پس زمینه بذاره. چه جوریه روش کارش؟ کلمه کلیدی بک‌گراند ایمیج رو می‌نویسیم. کلمه کلیدی بک‌گراند ایمیج رو می‌نویسید، یه URL باز می‌کنید، پرانتز باز پرانتز بسته، کوتیشن باز کوتیشن بسته، اسم اون عکسی که دارید شما. پس ما می‌نویسیم الان اینجا بک‌گراند ایمیج، بهش میگیم URLش چیه؟ اسمشو میگیم BG بک‌گراند نقطه JPG. این شد بک‌گراند ما. داریم همچین فایلی؟ نه نداریم، پس هیچ تغییری اعمال نمیشه. اگه فایل رو بذاریم تغییر ما میشه. چند لحظه بریم یه فایل پیدا کنیم بیاریم. خب حالا مسئله که اومد میخوایم بگیم بک‌گراند ایمیج داریم، یه فایلیه به اسم bg.png. خب ما فایل bg رو اومدیم پیدا کردیم. فایل bg ما میایم توی این گوشه خدمت شما عرض کنم، این گوشه‌ای که فایل ما هست، فایلشو میگیریم میندازیم، اسمشو میذاریم bg.jpg. میایم نگاه میکنیم چی شد. اون عکس اومد روی این اعمال شد، بک‌گراندش اومد اینجا اعمال شد. درسته؟ پس الان ما تونستیم یه بک‌گراندی رو روی صفحه خودمون اعمالش کنیم. خیلی خوب، این عکس‌ها رو بردارم، نمی‌خوام بذار اینجا بذارم. خب الان اومد بک‌گراند اینجا رو صفحه ما اعمال شد. خب یه حرکتی ما گفتیم یه پوش عقب تر همه فایلمون یه جا باشه، پس بهتره که بک‌گراندامون هم یه لول ببریم عقب.
برای اینکه یه لول عقب آدرس دهی کنم چی گفتیم چیکار می‌کنیم؟ دو نقطه اسلش bg 1 مثلا من بهش میگم چون اسم فایل 1. خب آورد؟ نه چرا نیاورد؟ بی خالی بود. نه تو این پوشه من دارم. اسم پوشش ایمیجه نگفتم بهش. بعد اسم پوشه رو بگم. یه پوشه برو عقب بعد دوباره برو تو ایمیجه بعد bg 1 رو بیار. این الان اومد. درست شد. این بک‌گراند ما الان اینجا ست شد. خیلی راحت میتونیم بک‌گراند بزنیم. میریم سراغ بعد. بک‌گراند ما اگه کوچیک باشه چی میشه؟ ما یه فایلی داریم به اسم pattern.png. میایم بهش میگیم دیگه این نباشه. اسمش اینه. pattern.png. یه بک‌گراند دیگه بهش دادیم. میایم اینجا ببینیم چی شد. این بک‌گراند ما شد. درسته؟ نه خب. حالا این بک‌گراند ما یه وضعیتی که ما میتونیم واسش تعیین کنیم ریپیت. بک‌گراند ریپیت. میگیم بک‌گراند ما ریپیت این تکرار. چه جوری تکرار بشه؟ دو تا وضعیت میگیره ریپیت x ریپیت y. x یعنی تو محور x ها یعنی به صورت افقی، y یعنی عمودی تکرار بشه. خب من میتونم اینو واسش بنویسم. پس میام اینجا تو خط بعدی میگم background خط repeat dash x. میگم تو محور x بیاد ریپیت شه. میزنم ببینید من عقب میارم که ببینید چون عکس من بزرگه. الان تو محور x اومده ریپیتش کرده. میبینی؟ یعنی یه دونه عکسش این شکلی بوده این رفته اونور. خب یه گزینه میخوای اصلا ببینی خودش چقدر بود. یه گزینه به اسم نو ریپیت. یا تکرارش نکن. انقدر. عکس من انقدریه. وقتی بهش میگم ریپیت کن x تا آخر میره. اگه بگم ریپیت کن y چیکار میکنه؟ اینوری پایین میاد. اگه بخوام دو طرفه بره میگم ریپیت. همه جا رو پر میکنه. درست شد؟ به عکسای این شکلی میگن پترن خیلی قشنگ میشه تو وبسایت. حجمش هم کمه. یه عکس کوچولویه. مثلا یه عکس ما از کوچیک نیست. 28 کیلوبایته چون سایز بالش من گرفتم. ولی میتونه مثلا عکسی در حد مثلا 5 کیلوبایت بشه. قشنگ نمای خوبی هم به اون ظاهر سایت شما بده. 5 کیلوبایت. خب من اگه اینو بردارم چه اتفاقی میفته؟ بازم همه صفحه رو پر میکنه. پس معلوم شد که به صورت پیش‌فرض ریپیت هم تو زاویه x انجام میشه هم تو زاویه y. درست شد؟ این داستان ریپیت ما الان تمام شد. واسه عکسایی که کوچیکه یعنی صفحه شما بزرگتر از اونه. چون الان مانیتورهای قولاسا اومده مثلا 100 اینچه. شما هر عکسی هم بذاری مثلا 1080 4K. بازم اونجا کم میاره. چیکار کنه؟ تکرار بکنه تو زاویه x تو y جفتش اصلا تکرار نکنه. چه جوری مثلا که ریپیت از دیفالتش این که کل صفحه بگه لازم نیست بنویسی. نه دیگه وقتی خودکار ریپیت میکنه شما فقط اگه خواستین فقط تو یه محور خاص ریپیت شه می‌نویسی یا اصلا نشه می‌نویسی واسش. خب بعدی چیه؟ set position and no repeat. این که no repeat رو گفتیم به شما که چجوری no repeat کنید. یه گزینه دیگه داریم به اسم position. خب من میام اینجا ریپیتش رو میگم no repeat کن. یا آقا تکرارش نکن اینجا باشه. یه ویژگی دیگه دارم به اسم background position. میگم موقعیتش کجا باشه. گزینه اول میتونه right, left و center اگه اشتباه نکنم باشه. گزینه هم دوم میشه top, middle, bottom. یعنی چی؟ یعنی سمت راست صفحه، وسط صفحه، سمت چپ صفحه. این هم میشه بالا، وسط، پایین. میتونم الان چی میگه؟ میگه سمت راست بالا باشه. من اینو کپی میکنم میام اینجا میذارم واسه خودم. بک‌گراند من میگم سمت راست بالا باشه. چی شد؟ رفت سمت راست بالا. بهش میگم رایت مثلا سنتر. الان گفتم میدل ببخشید سنتر میشه. خدمت شما باتوم بهش بگم ببینم کجا میاد. باتوم معنی دیگه نداره. میشه پایین. پایینش نشون میده. خب این باتوم ما باید یه عکسی داشته باشیم که رو اون من بیام نشون میدم. من از روی پترن میارم روی BG1. BG1 نقطه BG2 رو میارم. نقطه JPG چون عکس دیگه میخوام روش صحبت کنم. خب این عکس من شد. خوبه. درسته. این عکس ما بهش الان ما این ویژگیشو برمی‌داریم. پوزیشنشو برداشتیم. این عکس الان این شکلی نشون داده میشه. ما میایم بهش میگیم سمت راست پایین بیا ستش کن. سمت راست پایین میاد ست میکنه. چرا اینجا اومد؟ میشه بهم بگین؟ پایین خود عکس نه، چون بادی من تا اینجاست.
بادی تا اینجا که هیچی نیست که، پس اصلا بادی نیست. من اگه بادی رو بیام اینجا تغییر بدم به HTML چی میشه؟ بازم هیچی نمیشه. باید چیکار کنم که بیاد پایین تا آخر بگیره؟ من یه ویژگی دارم به اسم هیت، میگم هیتش بشه 100%، یعنی ارتفاع 100% بگیره. خب یه چک میکنیم ببینیم چرا نمیاد پایینی. بادی خب خدمت شما عرض کنم، برای اینکه من اینو بخوام ستش کنم، من فعلا چون نمیخوام اینا رو دیگه بگم بهتون الان اینو برمی‌دارم. این کار نداره. همون عکسه بود اینجا بود. این عکسه رو میارم فوش خودکار میاره تا پایین‌تر دیگه. اینم میذاریم سرش باشه. این عکس ما ویفش 200 بود دیگه. ویفش رو میگم مثلا در حد 600 باشه. باعث میشه خودکار بیاد بیشتر جا بگیره. این نشد. بذار یه کار دیگه بکنیم. خب ما واسه اینکه اینو حلش کنیم مشکلشو صفحه‌مون رو خالی کردیم، چیزی توش نباشه. به HTML میگیم ویف و هیتش 100% باشه. یعنی کل این صفحه HTML. این مسئله رو برطرف میکنه. حالا میگیم right bottom. شما حالا برگردید نگاه کنید. الان اومده پایین سمت راست. اینجا واسه ما عکس رو گذاشته. من میتونم بگم چی سنتر باشه. چی میشه قضیه؟ میاد وسط میذاره. من ببین عقب اومدم وگرنه عکسش بزرگه. خب حالا فرق نمیکنه. میخوام بگم وسط چی اومد قرار گرفت. حالا اگه بگم سنتر چی میشه؟ وسط میاد این چینه. پس عکس اگه بزرگ شه میاد تو وسط عکسه. کجا کاربرد داره؟ بعضی از عکس‌ها لازم، مثلا BG3 رو اگه من بذارم شما قشنگ میتونید بفهمید بسته به عکسه. عکس BG3 من آقا وسطش رو من میخوام، کار ندارم سایز چقدره، من وسطش رو میخوام آقا جون، واسه من داشته باشه. پس میاد چیکار میکنه؟ این الان واسه من ست میکنه که وسط چین باشه. پس متن میاد اینجا و اون محتوای من وسط صفحه قرار میگیره. ولی اگه یه چیزی مثل BG1 باشه که اینه اصلا فرق نمیکنه، وسط نداره. پس دیگه اصلا پوزیشن ست کردم واسش معنی خاصی پیدا نمیکنه. من ببین میارم روی پوزیشن ست کردن. پوزیشن یعنی موقعیتش رو بخوایم تنظیم کنیم. این عکس رو می‌بینی؟ الان من گفتم سنتر ورش می‌دارم. چی شد؟ عکس رفته سمت چپ بالا. اگه من اینجا باشم عکس اصلا دیگه از دسترس من خارج میشه. ولی اگه همینجا من بهش پوزیشنشو بگم وسط وایسا، این عکس میاد بالا. متوجه شدید چیه قضیه؟ میخوام عکسمو مدیریت کنم. فوکوس عکس من تو قسمت سمت راست بالاشه. مثلا بدون عکس دیگه که دارم، مثلا BG4 رو ببینید. من عکسای مختلف آوردم که بهتون همین نشون بدم. BG4 رو من ست کردم. این مثلا میذارم روی 100%. ببین این ابر نصفش رفت پایین گم شد. آقا من میخوام پایینش باشه. پس میگم موقعیتش رو از پایین بیار عکسو بذار. عکس از پایین گذاشته شد. ببین اینجوریه. عکس از پایین گذاشته شد. من بالای عکس رو از دست میدم ولی پایینش از دست نمیدم، چون میاد دقیقاً این الان باکس منه. ببین اینه، این یه چیزی عکس منه که میخوام صفحه‌ام بذارم. اینو میام میگم آقا این پایین بیا شروع کن بذار، اینو بیا بالا بذار. خودکار خودش میذاره این گوشه بالا. من میگم از پایین بذار چون پایینش واسم مهمه. حالا ممکنه بالاش از صفحه بزنه بیرون، کاری نداریم باشه. اینم شد پس از پوزیشن. بعد چیه؟ الان معلوم نبود آخرش چی بود. چرا دیگه خود عکس دیگه. ببین این عکسشه دیگه. عکس اصلیش اینه. یعنی پایین ابره. عکس اصلیش همینه. اون اولیه. بعد الان اینجوری بذاری که ابر معلوم باید بذاری گوشه سمت چپ. خب بیا گوشه سمت چپ میذاری. خب بگو چجوری بذارم گوشه سمت چپ. این میشه لفت دیگه. لفت باتون. میاد گوشه سمت چپ برش میکنم، این شکلی میشه. حالا سوال چجوری بیام تابلو میشه؟ ببین اینجا مثلا رنگش یه رنگ، این رنگ دیگه چیکار کنم؟ اینجا ما میتونیم اینجا رنگ بک‌گراند مگه نداشتیم؟ رنگ بک‌گراندمون رو رنگی بدیم که بهش نزدیک باشه. مثلا من اینو اگه بدم بلو چی میشه؟ خیلی رنگ بدیه. آره. چجوری رنگو پیدا کنم؟ یه سوال پیش میاد همیشه. آقا من چجوری؟ نه فتوشاپ نمیخواد. برای اینکه شما رنگ بدی کلیک راست میکنی اینسپکت. پنجره اینسپکت المنت باز میشه. میای یکی از این الماناتو که بهش چیز دادی انتخاب میکنی. مثلا همین. اینجا
بک‌گراند کالر روش کلیک میکنیم، میایم میگم آقا به این رنگ تیره نزدیک باش. ببین مثلا بگم اگه به این باشه، ببین میام این گوشه ترین رنگ رو انتخاب میکنم. اصلا دیگه تو مرزش رو نمیتونی تفکیک کنی. یک کد داره، کدش رو میگیرم کپی میکنم، میام توی CSS کدش رو پست میکنم. الان دیگه تو اصلا مرزه هم نمیتونی تفکیک کنی. ببین چه قشنگ شد، انگار مال خودشه. متوجه شدین چی شد قضیه؟ از کجا اومدی اینو نفهمیدم. از کجا اومدم؟ کلیک راست اینسپکت. حالا من اینسپکت رو یه جلسه میبرم، بچه‌ها گفتم بهتون اینسپکت رو کلا توضیح میدم. این به ما اجازه میده مدیریت کنیم، هندل کنیم. المان مد نظر بادی رو انتخاب میکنم، اینجا بک‌گراند کالر اون CSS هاشو واسم اینجا میاره. میام اینجا کلیک میکنم، اجازه میده رنگ رو انتخاب کنم. هر جا کلیک کنم رنگ اونجا رو میگیره. ببین مثل فتوشاپ یه ابزاری بود رنگ انتخاب می‌کردیم. حالا من اینو اینسپکت رو توضیح میدم. یه جلسه قشنگ اینسپکت رو توضیح میدم که ببینیم چه جوریه. فقط بدونید که این کد داره. ما کد نزدیک بهش بدیم دیگه اون مرز رو دیگه، این مرزی که الان اینجا هست می‌بینید این مرز دیگه دیده نمیشه. هست ولی دیده نمیشه دیگه. قابل تشخیص با چشم دیگه نیست. خب اینم از این. ویژگی بعدی چیه؟ ویژگی بعدی فیکس پوزیشن. میگه آقا موقعیتش فیکس باشه. یعنی چی فیکس باشه؟ این قضیهش چطوری میشه؟ برای این کار لازمه که ما یه سری محتوا داشته باشیم. ما محتوای قبلی خودمون رو برمیگردونیم ببینیم اینجوری شد. خب ببین من الان این عکسمو می‌بینی؟ اینو روز ببندم اصلا نمی‌خوامش. این الان صفحه من. ابره رو می‌بینی؟ من که اسکرول میکنم بک‌گراند اون بالا موند. این بک‌گراند دیگه، این کف بک‌گراند است. کف بک‌گراند همونجا موند. من نمیخوام بمونه، میخوام همیشه ثابت باشه. یه ویژگی به اسم اتچمنت فیکس. بهش میگه آقا بک‌گراند منو ثابت نگه دار همیشه. ببینیم چی میشه. حالا که اسکرول کنم بک‌گراند هیچ ربطی به اسکرول نداره. پس وقتی شما میگید اتچمنتش فیکس باشه یعنی اینکه هیچ ارتباطی به اسکرول نداشته باشه. در جات وایسا، با کسی کار نداشته باش. درست شد؟ اگه بردارم یه بار دیگه میخوام ببینم چی میشه. اگه بردارم تو صفحه من اسکرول میخوره اون ابره. حالا من یه دونه دیگه اگه بذارم شاید بهتر دیده بشه. من BG1 رو میذارم. ببین اسکرول که میزنم اصلا این ابره کلا بالا پایین میکنه. چیز قشنگی نیست. ببین حتی چیز جالبی اصلا در نمیاد. ولی اگه بگم اتچمنتش فیکس باشه یاد بگیریم بچه‌ها. اینجا باید آبشاری حتما تب میزنید. همه توی یه خط شروع میشه. آکولات بالا باز میشه، خط بعدی بسته میشه، نه اینجا. فعلا من از شما میخوام که این شکلی بنویسید. خب ببین الان فیکس چه قشنگ شد، اون ثابت مونده سر جاشه دیگه، اصلا کاری با اون نداره. خب اینم از این فیکسه. روش دیگه چیه؟ آقا این هم الان من واسه یه دونه بک‌گراند 5 تا نوشتم، چه خبره انقدر نوشتم؟ آیا راهی هست که اینا رو یکی کنه، یه خطی بنویسیم؟ بله. میتونی بنویسی بک‌گراند 2 نقطه، کد رنگ رو بدی، آدرس عکسه، وضعیت تکرارش و پوزیشنش. همه رو سر کله هم می‌نویسی. از یه طرف خوب، از یه طرف بده. بستگی داره چجوری عادت کرده باشی. میتونی جدا بدی اینجوری یا میتونی همه رو این شکلی بنویسی که تو یه خط پشت سر هم بیاد. شما جدا بنویسید، همون جدا بنویسید بهتره. آره. خب پس ما الان همه چیزایی که مربوط به بک‌گراند بود اومدیم گفتیم، عکس گذاشتیم، عکس موقعیتش رو نامور کردیم، وضعیت تکرارش و فیکس بودنش هم بهتون گفتیم. این خلاصه که نه دیگه، کل بخشی که مربوط به بک‌گراند میتونه باشه اینه. تا قسمت بعدی میریم سراغ مابقی داستان.